بیایم با هم بریم سراغ قلب فراموش شده تبریز، یعنی میدان تاریخی صاحب آباد. واقعا باورش سخته. یه زمانی مرکز قدرت ایران بوده، اما امروز یه ویرانه کامل. خب چطور شد که همچین گنجینه‌ای به این روز افتاد؟ این سوال اصلی ماست. فقط تصور کنین 160,000 متر مربع شکوه و عظمت تاریخی. واسه اینکه بهتر بفهمیم این یعنی 2 برابر میدان نقش جهان اصفهان. از ترکمان‌ها گرفته تا صفویه، پادشاهان از همین جا بر ایران حکومت می‌کردند. اما این دوران طلایی با یه الگوی خیلی تلخ تموم شد: سوء مدیریت، توسعه بی برنامه، تملک بی هدف و پروژه‌های بی ربط. اینا شدن دستورالعمل ویرانی. خب کی مقصر این همه سال غفلته؟ بیایم ببینیم. اول از همه بریم سراغ سازمان میراث فرهنگی، ببینیم اونا چیکار کردن. جالبه که طرحم کم نداشتیم. بیشتر از 10 تا برنامه برای احیا ارائه شد. و نتیجه چی شد؟ یه شکست کامل. حتی یه دونه طرح هم اجرا نشد. بهانه همیشه ایشون هم این بود: پیچیدگی تملک، و پروژه برای همیشه متوقف شد. مقصر بعدی شهرداری تبریزه. اونا یه رویکرد کاملا متفاوت داشتن. شهرداری به جای اینکه احیا کنه، با خیابونکشی و ساخت و ساز تخریب رو سریعتر کرد. تازه یه بودجه 500 میلیارد ریالی هم سال 1401 بهش اختصاص دادن. اما سرنوشت این بودجه هم بهتر از بقیه نبود. چند تا مغازه خریدن و تمام. و در نهایت میرسیم به استانداردی که باید همه چیز رو هماهنگ میکرد. نقش استانداری چی بود؟ فقط پاسداری مسئولیت و سکوت در برابر تخریب. شاید بپرسین که چرا از دست رفتن این میدون اینقدر مهمه؟ چون داریم الگوی نقش جهان، قلب پایتخت صفویه و هویت تبریز رو از دست میدیم. وقتی یه میراث تاریخی اینطوری از بین میره، حافظه جمعی ملت هم آسیب میبینه. اما هنوز راه حل وجود داره. یه نقشه راه 5 مرحله‌ای و کاملا عملی. این تشبیه واقعاً فوق‌العاده است. صاحب آباد مثل یک کتاب 600 ساله است که داره میسوزه. و سوال آخر اینه: آیا واقعا میخوایم اجازه بدیم این کتاب تا آخرش بسوزه؟ من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی سیزین سسی نیست.